میدونید بزرگترین دشمن صداقت تو ایران چیه؟ نه سیاست نه ترس. اسمش تعارفه. همون چیزی که باعث میشه وقتی گرسنه‌ای بگی نه مرسی میل ندارم. وقتی پول لازم داری بگی نه بابا قابل نداره. و وقتی واقعا نمیخوای بری جایی بگی انشالله یه روز دیگه. تعارف یکی از عجیبترین اختراعات فرهنگی ماست. از یه طرف نشونه احترام، از یه طرف یه بازی ذهنی تموم نشدنی. ما با تعارف به دنیا نشون میدیم که مؤدبیم، اما به خودمون نشون میدیم که صادق نیستیم. مثلا یه مهمون خارجی رو تصور کنید. میگیم غذا میل دارید؟ میگه بله ممنون. و ما تو دلمون میگیم ای چقدر بی‌تعارف، در حالی که اون فقط راست گفته. اینجا تازه سوء تفاهم شروع میشه. تعارف حتی وارد اقتصاد ما هم شده. رفتی مغازه، فروشنده میگه قابل نداره، ولی بعد میفهمی دقیقاً قابل بوده، اونم خیلی زیاد. یا تو تاکسی راننده میگه کرایه نمیخواد، مهمون ما باش. تو هم جدی میگیری پیاده میشی. راننده هم زیر لب میگه این چه آدم بیادبی بود. تعارف زیباست واقعا وقتی نشونه احترامه، ولی وقتی از روی ترس میاد، وقتی نمیتونیم نه بگیم، اون وقت میشه یه زنجیر فرهنگی، یه دیوار نامرئی بین آدم‌ها که باعث میشه حرف واقعی هیچ کس شنیده نشه. حالا یه سوال ساده. ما تعارف میکنیم چون مؤدبیم یا چون از قضاوت بقیه میترسیم؟ اگر دلیلش ادب باشه قشنگه، اما اگر ترس، یعنی ما هنوز بلد نیستیم صادقانه ارتباط بگیریم. شاید وقتش تعارف رو دوباره تعریف کنیم، نه اینکه حذفش کنیم، نه، فقط بذاریم همون جایی بمونه که باید باشه، نشونه احترام، نه نقابی برای پنهون کردن خود واقعیمون. پس دفعه بعدی که گفتی نه مرسی میل ندارم، یه لحظه با خودت فکر کن. واقعا نمیخواستی یا فقط نمیخواستی بی‌تعارف به نظر بیای؟ اگر از این نگاه به تعارف خوشت اومد یا فکر میکنی ما ایرانی‌ها باید یکم بیشتر درباره خودمون حرف بزنیم، لایک و سابسکرایب یادت نره که باید با هم سراغ قسمت بعدی بریم چون این تازه شروعشه.